اگر هنوز هم وقتی از خواب برمیخیزی میبینی ساعت دقیقه قبل از ظهر است، به انگیزه هستی. چرا؟ چون بارها تلاش کردی اما شکست خوردی. بارها خواستی موفق شوی اما نشدی. پس ببین، زمین خوردن مشکلی ندارد. مهم دوباره بلند شدن است. آدمی که بسیار تلاش کرده ولی شکست خورده از آدمی که هیچ تلاشی نکرده موفق تر است. دوباره شروع کن، چون این راه ها را بارها رفتی و نقطه های ضعفت را کشف بکن. دوباره تکرار مکن، ببین کجای راه را اشتباه رفتی. دوباره شروع کردن به معنی شروع کردن با تجربه ها، با آموخته ها. هر روز یک شروع جدید است. هر روز فرصت است برای شروع دوباره. گذشته را رها کن و با امید به آینده قدم بردار. زمانی که دوباره شروع میکنی در حقیقت از صفر شروع نمیکنی، بلکه با تجربه هایت، با آموخته هایت، با بسیار انگیزه شروع میکنی و تا که به دست نیاوردی رهایش نمیکنی. و روزی از خودت تشکر خواهی کرد که شکر که دوباره آغاز کردم، تسلیم نشدم، به حرفهای دوستای منفیگرا گوش ندادم. شکر که فقط یک بار دیگر تلاشم را کردم. این را بفهم که آهسته پیشرفت کردن بهتر است از پیشرفت نکردن و هر چیز از چیزهای اندکی ساخته می شود. به الله متعال توکل کن، چون الله متعال برای توکل کنندگان کافی است. فردا و پس فردا مکن. امروز با دیگر روزها هیچ فرقی ندارد. امروز هم همان آسمان، همان آفتاب، همان دریاست و فردا هم همچنین چیز است. تنها چیزی که از دست میدهی که رایگان است، اما از دست دادنش برایت گران تمام می شود، وقت است. این را بفهم که تنها با تلاش مستمر که ادامه پیدا کند به هدفت میرسی. این را بفهم موفقیت یک شبه نیست. هیچ کسی به زودی نتوانسته که موفقیت را از آن خود کند. گام های کوچک موفقیت های بزرگ را در پی دارد. برای شروع دوباره نیازی به تغییرات بزرگ نیست، بلکه با گام های کوچک پیش رو برو و هر روز به سمت هدفهایت قدم بگذار. خودت را ببخش. اجازه ندی که اشتباهات گذشته تو را متوقف کند. خودت را ببخش و به جلو حرکت کن. اهداف مشخص تعیین کن و برای رسیدن به آنها برنامه ریزی کن. این کار به تو تمرکز و انگیزه می دهد. به یاد داشته باش که زندگی در حال حاضر است. از هر لحظه لذت ببر و آن را به بهترین شکل ممکن بگذران. نه در قصه گذشته باش، نه در غم آینده. فقط زمان حال است. یادت باشد هیچ کسی کامل نیست. شکست بخشی از بازی زندگی است. مهم این است که بلند شوی و دوباره شروع کنی با تجربه هایت و آموخته هایت. خب دوستان عزیز، اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد حتما چینل ما را سابسکرایب کنید. تشکر از این که تا به اخیر بیننده برنامه ما بودید.